سرخط مهمترین خبرها: سنجش کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی آغاز شده است. مکان نوی سیاحی و ترانزیتی برای 500,000 تاجیکستانی و دیدار فرستاده امریکا با نماینده 5 کشور آسیای مرکزی. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 28 ایول است. در تاجیکستان اتستاسیا یا سنجش سرتاسری کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی یا گی شروع شده است. جمعه دولت رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان 27 ایول در هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت این اتستاسیا غیر نوبتی بوده با دستور رئیس جمهور صورت میگیرد. رئیس آژانس گفت سنجش نو با هدف آزاد کردن شخصان تصادفی از مقامات است. اتستاسیا کارمندان بازرسی در حال آغاز شد که نگرانی ها از افزایش صدمه های پرقربانی در کشور زیاد شده است. در سر زدن چند از این صدمه ها خود کارمندان بازرسی متهم می شوند. در گذشته شفافیت برگزاری اتستاسیا میان خدمتچیان دولتی بارها زیر شک و شبهه قرار گرفته است. 2 هفته پیش پرزیدنت امامعلی رحمان با نگرانی از فعالیت بازرسی دولتی اتومبیلی در کشور 3 مقامدار بلندپایه آن از جمله رهبر این نهاد را برکنار کرد. بینندگان عزیز، در این موضوع گزارش علاهیده داریم که در برنامه اخباری آزادی تقدیمتان می شود. شهر بشریق در وادی فرغانه می تواند برای 500,000 شهروند تاجیکستان مکان نوی سیاحی و راه ترانزیتی شود. با ساختن پل میان بشریق و ولایت سوخت تاجیکستان، راه برای تاجیکستانیان 5 مراتب کوتاه‌تر می شود. ساختمان این پل 70% انجام شده است. شهر بشریق در نزدیکی شهر کونی بادامی تاجیکستان جایگیر شده است. مقامات ازبکستان گفتند ساختن پل نو با تاجیکستان امکانیت می‌دهد که در شهر بشریق انشاءات‌های نوی سیاحی و تجارتی با مبلغ نه کمتر از 40 میلیون دلار ساخته شود. تاجیکستان و ازبکستان دو کشور همسایه در دوره رهبری اسلام کریموف روابط خوب نداشتند و روابط طریق روادید بود. بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف مرزها باز شدند و روابط میان دو کشور برقرار شد. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید با نمایندگان 5 کشور آسیای مرکزی درباره افغانستان گفتگو کرده است. این واخوری روز 27 ایول در شهر استان قزاقستان برگزار شده است. توماس وست نیمه شب در صفحه توییتریش نوشت در نشست استانه با همکاران از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار کرد و درباره پشتیبانی مشترک از افغانها صحبت کردند. مقامات کشورهای آسیای مرکزی تا حال درباره این واخوری چیزی نگفتند و دقیق نیست که در این دیدار کیها با توماس وست واخوردند. آقای وست نوشته است از هر یک آنها به خاطر تبادل نظری خیلی اساسی در موردهای مهم با شمول امنیت، حقوق بشر، اقتصاد و نیازمندی‌های بشری در افغانستان سپاسگزاری می‌کند. قرار است توماس وست و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان، با هیئت حکومت طالبان با رئاست امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه این گروه در دوحه قطر دیدار کند. مقامات کشورهای غربی حکومت طالبان را برای پایمال کردن حقوق بشر به خصوص محروم کردن زنان و دختران افغانستانی از کار و تحصیل تنقید می‌کنند. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. در 3 حادثه ناخوش در بخش صنعت و کهکاری تاجیکستان در نیم ساله اول 26 نفر هلاک و 21 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات میگویند این حادثه ها اساساً در پی رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری رخ دادند. بیشتری از حادثه‌های ناخوش در مؤسسه‌های رخ دادند که اجرای کارها را جانب شرکت‌های چینی به ذمه دارند. جزئیات در گزارش امیر عیسایف و اسکندر فیروز. در نشست خبری که 27 ایول در دوشنبه برگزار شد، خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت تاجیکستان از افزایش تعداد مرگ و میر کارمندان در حوادث محل کار ابراز نگرانی کرد. اردشیر میرزازاده، معاون اول سردار این خدمات، تاکید کرد که بیشتر از این حادثه ها در شرکت های چینی رخ داده است. از جانب خدمات 30 حادثه ناخوش با قید گذاشته شده، تفتیش گذارنده شده است و در نتیجه 30 حادثه ناخوش 26 نفر هلاک گردند و 21 نفر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. اردشیر میرزازاده همچنین تاکید کرد که از سال 2011
تاکنون در مجموع 45 نفر در جریان ساخت نیروگاه برق آبی راغون جان خود را از دست دادند و 83 نفر دیگر مجروح شدند. عبدالعزیز دوستیزاده، معاون مدیر کل کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان روز گذشته در نشست خبری مورد هلاکت 7 کارمند این نهاد در حادثه در شهر پنجکند را شرح داده بود. صد افسوس که از همه بهتر و خوبتر همون جانی هم 7 نفر بود برای ما، همون بهترش همونا بودن، مثال قیمتتر از همو بودن. جوابگارم خیلی بگیریم، جوابگارم که همو بودن، خودی سرداری خیده و سرمهندس. رحیم صنعت، سردار خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت تاجیکستان علت اصلی مرگ و میر کارمندان را به توجهی به قاعده‌های به خطری عنوان کرد. اگر مواد جنایتی شود بعد ارگان‌های سودی پیشرفت می‌شود، اگر معمول شود ما کشین ما دو نمود مجازات داریم. این شخصانی مسئول برای مجازات پیشرفت می‌کنیم، نظارت می‌کنیم که سری وقت پرداخت شود به بودجه جمهوری. رحیم صنعت در ادامه افزود که در حالت فوت کارمند در جای کاری و یا جراحت برداشتن جبران پولی داده می شود. به خانواده نفران فوتیده کمک یک دفعینه در حجم 60 معاش میانه و به نفران جراحت برداشته 12 معاش میانه پرداخت می شود. دسترس کردن مبلغ جبران پولی به جبردیدگان نیز وظیفه این نهاد دانسته می شود و تا حال در بیشتر از این حالتها جبران پولی پرداخت شده است. بجز از حالت فوت 7 نفر کارمند خواجگی آب و کاریز شهر پنجکند که در این حادثه سردار و سرمحاسب این کارخانه دولتی نیز فوتیدند. ایالات متحده آمریکا فعلا هیچ نشانه شرکت داشتن مزدوران واگنر در حادثه‌های اخیر نیگریه را نمی‌بیند. در این باره نماینده دپارتمنت دولتی آمریکا ودان پاتل روز پنجشنبه اظهار نظر کرد. در نیگر گروه نظامیان طریق تلویزیون دولتی خبر دادند که پرزیدنت کشور محمد بازوم از منصب برکنار، مرزها بسته و ساعت شبگرد جاری شده است. پیشتر از این رسانه‌ها نوشتند که گارد پرزیدنت نیگر رهبر این دولت محمد بازوم را در قرارگاهش به محاصره گرفته است. ارتش نیگر با نوشته دستگاه اجرایی پرزیدنت از شورش گارد پرزیدنتی حمایت نکرده است. گارد پرزیدنتی راههای نزدیک شدن به قرارگاه رهبر دولت را بسته، بعد گفتگوها با بازوم اجازه بیرون رفتن را نداده است. دستگاه پرزیدنت گفت که بازوم و اهل خانواده‌اش خود را خوب حس می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 ایول را فرا می‌گیرد. 28 ایول سال 2005 در یک قرار بی‌سابقه دادگاه ژورنالیست منعقد حکومت جمعه طالب را به 2 سال زندان محکوم کرد. او را در برآمدن از حد وکالت خدمتی و نقض قانون دخل ناپذیری منزل گناهکار کردند. زندانی شدن ژورنالیست موج انتقادها را در داخل و خارج برانگیخت. نهایت بعد نیم سال به آزادی برآمد. 28 ایول روز جهانی گپاتیت است و در تاجیکستان هم کم از 10,000 نفر از این بیماری سیرایتی اذیت می شوند. طبیبان یک سبب پهنشوی آن را در نبود دسترسی به آب پاک می نامند. 28 ایول سال 2011 مقامات آژانس مبارزه با نشه گفتند آوازخوان معروف سهراب سفرزاد از استفاده امفیتامین که در ترکیبش مقداری کمی مواد مخدر دارد فوتیده است. سهراب سفرزاد که او را موین تاجیک هم میگفتند در 30 سالگی و در اوج معروفیت کسبیش ماه دکبر سال 2010 درگذشت. خانواده او علت مرگش را سکته قلبی گفته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 121 و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1093 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوش تمنا داریم. خدا نگهدارتان.